برای رعایت نکردن قانون تنظیم هزاران سامانی جریمه بستند. خودش از امر دادگاه ناراضی است. در شرایط تاجیکستان این کار خیلی دشوار است، لیکن ما البته از راه قانون، از راه رعایت قانونگذاری جمهوری تاجیکستان به زینه‌های دیگری سودی مراجعت خواهیم کرد و عدالت را طلب خواهیم کرد. دانشمندان تاجیک میگویند روسیه بیش از هر کشور دیگر در جهان به مهاجران کاری از کشورهای آسیای مرکزی احتیاج دارد. گوبرنیوی بزرگ روسیه به تاجیکستان میآیند، ازبکستان میآیند، قرقیزستان میآیند، خانه به خانه مردم رو جلب میکنند تا که آنها رفته کار کنند. بانوی 63 ساله تاجیک 12 ساله است با راندن تاکسی زندگی پیش میبرد. او میگوید با وجود اصرار فرزندان مسافرکشی را بس نمیکند. تفصیل خبرها. یک دادگاه دوشنبه امر داد که سیفالدین نظرزاده مدیر سابق کتابخانه ملی تاجیکستان برای برگزار کردن توی باشکوه هزاران سامانی جریمه بسپارد. محاکمه پرونده نقض قانونی تنظیم روز 28 سپتامبر در دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی صورت گرفت. همکاران ما امرالدین عالم و مولا رجب یوسفی بعد اعلان حکم با خود سیفالدین نظرزاده صحبت کردند و گزارش آنها را می‌بینیم. دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی شهر دوشنبه سیفالدین نظرزاده سابق دیرکتور کتابخانه ملی تاجیکستان و خدای او تاج‌الدین حبیب‌الله را به نقض قانونی تنظیم ایبدار نمود. خورشید عیسی‌زاده دادرس دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی بعد از ظهر 28 سپتامبر قرار کرد که سیفالدین نظرزاده 12500 سامانی و خدای او تاج‌الدین حبیب‌الله باید 5000 سامانی به فایده دولت جریمه سپارند، اما سیفالدین نظرزاده به این حکم دادگاه راضی نیست. شما خودتان شاهد بودید که ما تمام آن معلومات هایی که پیشنهاد شده بود همه آن را با دلیل های مشخص رد کردیم. شما شاهد بودید. برای همین این باز یک بار دیگر نشان می‌دهد که در سیستم سودی جمهوری تاجیکستان نقصان های خیلی جدی نهفته است. اصلا امید دارد که باوری دارد که در زینه‌های بالای دادگاه میتواند که گناهتان را اثبات کند. البته در شرایط تاجیکستان این کار خیلی دشوار است، لیکن ما البته از راه قانون، از راه رعایت قانونگذاری جمهوری تاجیکستان به زینه‌های دیگری سودی مراجعت خواهیم کرد و عدالت را طلب خواهیم کرد. وکیل دفاع سیفالدین نظرزاده میگوید دادگاه از آغاز یک طرفه بود، بعد اکثری طلب‌های آنها برای اثبات کردن بیگناهی زیر حمایش را رد نمود. یگانه وجهی که مقامات پروکراتور با اون تکیه کرده نسبت نظرزاده پرونده قوه ارامگری ماموری آغاز کرده است، این آموزشی 37 صورت لوحه‌ای همون که مهمانان در همون توی اشتراک نمودند. یعنی از صورت لوحه‌ها دیده میشد که بسیاری آدمان پر شناخته نمیشد، همچنین یک چند نفران تکرار به تکرار حساب کرده شده است. هرچند ما بنابراین از سود طلب کردیم که در اکسپرتیز یعنی تشخیص صورت شناسی حساب کنی تعیین کرده شود و چند نفر در همین در همین آش نکاح اشتراک کرده است معین کرده شد. سود از این حالت سرکشی کرد. سیفالدین نظرزاده میگوید از حکم دادگاه راضی نیست و از بالای آن به زینه‌های بالای دادگاه شکایت کاساسیونی خواهد برد. ضمناً سیفالدین نظرزاده از اولین منصبداران تاجیک است که برای نقض قانون تنظیم از مقامش برکنار شد و همکنون دادگاه او را برای این کار جریمه کرد. مولا رجب یوسفی، امرالدین عالموف، آزادی دوشنبه. مادر بزرگمهر یاروف وکیل دفاع زندانی میگوید پس از 7 ماه مقامات به او اجازه دادند به دیدار فرزندش برود. هورینیسا اسحاق و روز 28 سپتامبر در این باره با رادیو آزادی صحبت کرد و گفت که روز چهارشنبه با فرزندش در بازداشتگاه رقم 1 در دوشنبه صحبت داشت. بزرگمهر یاروف که سال 2015 از حقوق اعضای حزب ممنوع نهضت اسلامی حمایت میکرد با گناه دعوت به افراطگرایی و چند جرم دیگر به 28 سال زندان محکوم شده است. خودش میگوید که هیچ گناهی ندارد. بوکس کسبی و محاربه های آمیخته در مکتب های تاجیکستان منع می شود. برای چی؟ تفصیلات بیشتر را در وبسایت رادیوی آزادی و اینچنین صفحه ما در یوتیوب آزادی ویدیو تماشا کنید. جیم ماتیس وزیر دفاع امریکا و جنس استولتنبرگ دبیر کل ناتو ضمن سفرشان به کابل وعده دادند که کمک‌های نظامی به افغانستان را همچنان ادامه خواهند داد. هر دو مقام بلندپایه در نشست مشترک با اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان روز 27 سپتامبر گفتند همه کار را می‌کنند که نه طالبان و نه دیگر گروه‌های افراطی و جنگجو در افغانستان
سر بلند کرده توانند. در روزی سفری جیم ماتیس و دبیر کل ناتو جنگجویان به فرودگاه کابل حمله کردند و در این باره عبدالله اشرف گزارش می‌دهد. روز چهارشنبه بر اثر موشکباران فرودگاه بین‌المللی کابل کمش 5 کس جراحت برداشتند. حمله زمان صورت گرفت که وزیر مدافع ایالات متحده آمریکا جیم ماتیس و دبیر کل پیمان ناتو ینس استولتنبرگ از پایتخت افغانستان زیارت داشتند. سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان اطلاع داد که در جریان حمله موشکی کمش 5 فرد آسایشته زخم برداشتند. مسئولیت این حمله را هم طالبان و هم گروه دهشت افکن دولت اسلامی به دوش گرفتند. پرزیدنت افغانستان اشرف غنی میگوید که بدون اشتراک فعال کشورهای منطقه پابرجا نمودن صلح فراگیر در این گوشه عالم آسان نخواهد بود. توپ در میدان پاکستان است که از این فرصت که یک فرصت طلایی است استفاده مثبت میکنه. در نشست مشترک با رهبران افغان دبیر کل پیمان ناتو و وزیر مدافع ایالات متحده آمریکا تاکید کردند که از افغانستان پشتیبانی نموده امکان نخواهند داد که این کشور بار دیگر به پناهگاه تروریستان بین‌المللی تبدیل یابد. برمیگردیم به موضوع تاجیکستان. یک جوان تاجیکی در مرکز تجارتی لوبلینا در مسکو سخت لطوکوب شده از شفاخانه جواب شده است. نوروز زیکیرف را شام 20 سپتامبر پاسبانان مرکز لوبلینا بیرحمانه لطوکوب کردند. حادثه سبب اعتراض و گردهمایی مهاجران تاجیک در نزد مرکز شد و هم سبب بازداشت و اخراج چندین مهاجر تاجیک از شهر مسکو. همکاری ما اسکندر فیروز درباره این حادثه و مهاجرت کاری تاجیکان به روسیه با جامعه شناس رحمان اولماسوف صحبت کرد و از او اول پرسید که آیا این گونه حادثه ها می توانند سبب راه نیافتن مهاجران بیشتری تاجیک به روسیه بشود؟ بعضی فکر ملاحظه است که همه شرایط باشد هیچ کس با مهاجرت نمیرد. این تماما فکر نادرست است. یعنی در دور گلوبالی هر یک شخص امکانیت دارد و خواهش دارد که بیرون از دولت خود رود کار کند، معلومات گیرد و هر یک امروز زیایی بینید، زیایی یا که پدر مادر خواهش دارند که فرزندان آنها یا که در روسیه کار کنند یا که در اروپا کار کنند یا که در امریکا کار کنند. یعنی منتالیته مردم تاجیک نسبت 20-30 سال پیش تماما دیگر شد. حادثه اخیر در شهر مسکو ثابت کرد که هنوز هم مهاجران مهنتی تاجیک تحت فشار قرار دارند. این با این مسئله از نقطه نظر علم باید مراجعت کرد، مناسبت کرد. آخر هر سال روسیه قریب 1 میلیون مردمی که کارشویان هستند رفته ایستاده است. از روی معلومات‌های OON، از روی معلومات‌های سازمان کل در 2100 اهالی روسیه قریب 95-98 میلیون میرسد. یعنی حاضر اگر 145 میلیون باشد بعد از 80 سال قریب 2 برابر کم میشد اهالی. پس من بعد هم شهروندای تاجیکستان در جستجوی جای کار باز هم عازم روسیه میشن؟ نه، حاضر وقتی میآید که از شهرهای بزرگ روسیه، گوبرنیای بزرگ روسیه با تاجیکستان میآیند، ازبکستان میآیند، قرقیزستان میآیند، خانه به خانه مردم رو جلب میکنند تا که آنها رفته کار کنند. گفتگوی کامل با رحمان اولماسوف را در وبسایت azadi.org و هم کانال آزادی ویدیو در یوتیوب تماشا کنید. در یکی از ناحیه‌های جنوبی تاجیکستان یک زن 63 ساله تاکسی می‌راند و میگوید با وجود مخالفت فرزندانش از کارش دل کندن نمی‌تواند. 3 ساله قادر و 26 سال باز از حساب مسافرکشی روز می‌گذراند و تاکنون 6 فرزند را از حساب همین کار به وایه رسانیده است. گزارشی را که حالا می‌بینیم درباره 3 ساله قادر است. از اینجا تاکسی ها به سمت نواحی تیمور ملیک، بلجوان و تا مرکز ناحیه واسع مسافر میکشند. از این رو هر روز پر آدم است. سیسارای 63 ساله وقت زیادی خود را اینجا میگذراند. کسانی که بار اول او را میبینند گمان میکنند از مسافران یکی از این خط سیر هاست.
چون میفهمند که راننده تاکسی است و مثل دیگران سراغ مزاج هست حیران میشوند. 26 سال است که جای کار سیسارا قادرова اینجاست و 6 فرزند را نیز از روی این کسب به وای رسانیده معلومات دار کرده است. او پیش همکاران امتیاز دارد و احترام، چون او در ایستگاه پیدا شد دایم نوبت اولی گرفتن مسافر بر اوست. ای تکنیکا یک ماشین بالونش میکافه یک ماشین ما خبر میگیریم از این ماشین ما میگیریم پاساژیر در اون ماشین چند ماشینی راهگذر دیگه پیش ما دمیست اما چیکار کرده اما چی خدمت کنیم. فرزندان ناگزیرند موقع او را بپذیرند. از یک طرف در شرق رایج نیست حرفی کلانسال را بگردانی و از طرف دیگر سیسارا از زنهای نیست که توان گپ او را رد کرد و حرفش را نشنفت. بناهن خانواده‌اش هر صبح جز این علاج ندارند که دروازه را برای ماشینش باز کنند و با او برای کار خواهند. و گزارش کامل درباره زندگی سیسارا قادرova را چند لحظه پیش در کانال آزادی ویدیو در یوتیوب گذاشتیم و هزاران نفر هم تا کنون آن را دیدند. شما هم ببینید و لطفاً به دوستانتان نیز بفرستید. در تاجیکستان مقامات می‌خواهند محاربه‌های آمیخته در مؤسسه‌های تعلیمی دولتی درس دادن نشود. سال‌های اخیر با شرافت کلوب‌های ورزشی خصوصی محاربه‌های آمیخته در تاجیکستان رواج یافت و صدها نفر هر روز برای یاد گرفتن این نوع‌های ورزش به تالارهای پیشرفته و مجهز می‌روند. چرا مقامات می‌خواهند در مؤسسه‌های تعلیمی محاربه‌های آمیخته نباشد؟ در این باره کیومرثی تا گزارش می‌دهد. ممکن است در آینده در مؤسسه های دولتی تاجیکستان از تعلیم دادن بعضی از محاربه های آمیخته به مثل کیک باکسینگ دست بکشند. کمیته کار با جوانان ورزش پیشنهاد کرده است که 9 نوع محاربه های آمیخته به مثل پانکراتیون، رزم های بدون قاعده، باکس کسبی و از این قبیل محاربه ها در مؤسسه های دولتی درس دادن نشوند. مقامات میگویند از بس که در محاربه های آمیخته زورآوری و بیرحمی زیاد است و در آن پس زدن شأن و اعتبار و تحقیر انسان احساس می شود، آنها تصمیم گرفتند که از تعلیم این نوع‌های ورزش در مکتب‌ها دست کشند. آنهایی که هر روز در اینجا مشق میکنند میخواهند که محاربه های بدون قاعده منع کردن نشود. این نوع‌های ورزش 5 سال پیش به تاجیکستان آمدند و در این مدت طرفداری زیاد پیدا کردند و تالارهای مجهز و پیشرفته برای تمرین هم زیاد می شوند. امروز شرایط‌های خوب برای ورزشکارای تاجیک مهیا کردند که این در سال 2012 تا 2015 همیشه چیزا نبود. این همین مدت که تو 1 سال 2 سال میشد که این گونه‌اش زالو برای ما شدن. در این زالو ها تمرین های خوب نشان داده ایستادند. استادان معلمان از دیگر دولت آوردند برای آنه که همین ورزشکارای ما نتیجه خوب نشان دهند. در مدت کوتاهی که محاربه های آمیخته به تاجیکستان آمد، ورزشکاران تاجیک در مسابقات بین المللی زیاد و به خصوص در روسیه پیروزی و جایزه به دست آوردند. آنهایی که به این ورزش مشغولند میگویند برعکس محاربه های آمیخته میتواند به کشور آبرو بیارد. در اینجا طول 4 ماه است که مشق میکنم و خیلی ورزشی خوب میباشد. میخواهم پرچم تاجیکستان را در این نمود ورزش بلندبرداری نمایم. و مقامات میگویند که محاربه های آمیخته در تاجیکستان کاملا منع نمی شود و فقط در فهرست ورزش های مؤسسه های دولتی تعلیمی نخواهند بود. مقامات انتظامی میگویند یک ساکن ختلان را بعد 2 هفته اسارت از دست قاچاقبران مواد مخدر از افغانستان آزاد کردند. حبیب قرخانوی 55 ساله از ناحیه همدانی را روز 27 سپتامبر ماموران پلیس افغانستان به همکاران تاجیکشان سپردند. سبب رب بودن و شرط و شرایط رهایی شهروند تاجیکستان معلوم نیست، ولی در گذشته مقامات رسمی گفتند بسیاری از این حادثه ها به دلیل معاملات با مواد مخدر صورت گرفتند. و بیننده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر در وبسایت azadi.org، در صفحه ما در فیسبوک و هم آزادی ویدیو، کانال مخصوصی رادیوی آزادی در یوتیوب.